اینجا ولایت پروان است، ولسوالی بگرام و قریه دیمسکین. بار دقیقان نمی بیلاس نمی تاکبوریس نمی آویزدن است نمی دراز کوتاکو اینم توریست. ما میریم یک چکن تندوری آماده میکنیم، شما همراهی ما کنید. غیر یا دیدنی زایده باید در سوک رسی. وطندارای عزیز سلام علیکم، امید از جور و صحتمند باشین. ما امروز بخیر روان شدیم طرف ولایت پروان، ولایت زیبای پروان. جمع از دوستا آمدیم که یک میلی خدا بگیریم بخیر. شما همیشه کوشش بکنین به هر ولایت از افغانستان برین، میله بکنین، تفریح بکنین، سرگرمی بکنین. و ما به این شکل هر هفته در هر جای از افغانستان روان میشیم و جاهای زیبای افغانستان به شما به نمایش بگذاریم. شما ما را همراهی بکنین، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب بکنین، ویدیوهای ما را لایک بکنین و همچنین کامنت‌های زیبایتان هم حتما بر ما بتین. یک ذره سر صدای زیاد است به خاطر از اینکه موترها بسیار نام خدا به سرعت روان هستند. ما دیگه روان میشیم بخیر. همینجا دوستای ما منتظر است ببینیم بخیر که چی پخته میکنیم در ولایت پروان و جاهای زیبای ولایت پروان همچنان بر شما به نمایش میگذاریم. بخیر و سلامت باشید. کجا روان هستی بیادر؟ والا میریم تک انتخاب کنیم که خیمه بزنیم بخیر ملی خودمون رو ثبت کنیم اینجا. دوستم جان چی گرفتی؟ کدوم وسایل است پیش؟ اما وسایلی که از شما گرفتم با شما تقسیم کردم. سعی کنیم من اصلا چیزا گرفتم از اینجا نورو دا جوسان تنها است که والا از ما برخط که پاته و نور تو دست وسکی سر میزبانم بیادر کراچی خیمه و توشک هم میبریم همین سرپوش جوز از ما صحیح جان اجا بودا میتونی امروز کمک کنی نه میتونم. دوستای عزیز سلام. ما در یک محل بسیار خوب آمدیم. یک جای بسیار خوب است. زمینای بسیار سرسبز. می‌بینید که درختان شکوفه کرده بخیر. اینجا ولایت پروان است. ولسوالی بگرام و قریه دیمسکین. در این طبیعت زیبا ما می‌خوایم که غذای خوب وطنی به ساخت دل خود دیگه جور کنیم. ما می‌خوایم که در اینجا یک چیکن تندوری جور کنیم. چیکن تندوری بدون تندور که تندور نداریم، از اون وسایلی که ما داریم از استفاده می‌کنیم. دیگه یک غذای بسیار خوبی اینجا آماده میکنیم. شما هم چینل ما رو سابسکرایب بکنین، ویدیوهای ما رو لایک بکنین و همچنین کامنت های زیبایتون به ما همچنین ارسال بکنین و ایره بر ما بگوین که شما کدام مناطق زیبای افغانستان دیدین یا میخواین که ما به تصویر بکشیمش. در زیر از این ویدیو بر ما کامنت کنین و میلی بعدی خود ما نمایش میگیریم. اینجا دوستای ما جبیر جان و رستم جان رفتن این طبیعت زیبا رو که ببینن، حتما در گوشه و کنار که بسیار مقبول باشه اونجا میرن و همینجا دوستای دیگه ما هستن. عظیم جان دیگه امروز مصروف فیلم برداری. بخیر سلامت باشین. ما میریم یک چیکن تندوری آماده میکنیم، شما همراهی ما کنین. بخیر باشین. مصطفی جان چی کردی جایه؟ جان بیادر میخواین که اینمی جره به خاطر غذا پختن آماده بکنیم. خب این باید است کمک ذره
بکنیم. خب بعد نجاتش میکنیم و غذای خود اینجا پخته میکنیم. خوب گپ است. ان شاء الله که به طبیعت هم صدمه نمیرسونه. صحیح است. اینجا رو میکنی دیگه؟ یکم که میکنید بله. صحیح است. دل زدن آخه میبینید. بسیار فوق العاده. ما خب یادر دهقانکار. آها دیگه به دهقانکار نمیرسم که مقصد کوشش میکنم که اکت کنی. اکت کنیم ما. نه به خاطر رکنه که باز پس چی میکنیم؟ خب پس اینجا دمیشه. پس میاریم اونم گل اینجا میندازیم. خب یا اینجا خاک زیاد نرم است یا ما بسیار خبیثیم دیگه نمیکنم. دیگه شما قضاوت کنید. برا بیادر حتما خاک نرم است. بیره میگم دوست واقعی. آده دوست واقعی همون میباشه که تو رو بگیری یا نه. به نظرم بس است دیگه. خب فقط اینو میره. دو تا مرغ جای میشه دیش؟ دو تا مرغ جای میشه. بیادر اینقدر زیاد کلان نیست. خب صحیح است. مرغ از گوسفند گناه آوردی. دوستای عزیز ما در اینجا آمدیم که همراه کاکا سیف الرحمن یک کمک صحبت بکنیم و کمک پرسان بکنیم درباره از شکوفا که کدام نوع درخت‌ها است و همیشه در زمین که کاشتن این گندم از جو هستی است. می‌خواستیم از زبان خودشان بشنویم. سلام علیکم. و علیکم السلام. جور هستی سلام. خیر هستی. شکر. زنده خیراتی باش. است. ببخشید ما مزاحمت شدیم. خدا ببخشید. یک کمک معلومات بدید درباره از درخت‌ها که کدام نوع درخت‌ها است و در کدام موسم میره باید آدم غرض بکنه و چقدر وقت بعد ثمره شدن میتونه بگیره. این درخت‌ها خو درخت‌های بادام است. اصلا یعنی بخزی که میبینید شما این یک رقم آلوچه است. ما به نام خورترک میگره آلوچه خسک است. بله. این از استقامت پیوند است. پایین از این آلوچه است. خب که ما شاخه های بادام در این پیوند کردیم که این حالا دفعتا پیوندی است. خب وقت پیوند از هم یکی ما جوزا می باشه. بله. دیگه می وقت هم باز کسا برادرها پیوند میکنه که پیوند همی نیچه‌ای میگن پیوند میکنه اسکنه پیوند که قطع میکنه. این شاخ از اینجا قطع میکنه وسطش نصف میکنه که باز این شاخ نوده که در چی میباشه در بغل همی باز که پلاستیک یا رابرته یک چیزی این پیوند میکنه. این وقت هم وقت پیوندش هست. یکی همی زردالوها که زرد میگرده اون وقتش هست. خب وقت خوباییش هست که پیوند میکنن بسیار خوب میچسبه نتیجه میده. دیگه این درخت بادام است و این همچنان اینی درخت زردالوست. این هم زیرش بیخش که است پایین. این هم از این آلوهای خسکی ما یک رقم آلوگک میگیم. اونمو رو ما که میشونیم بازی پیوند میکنیم. این زردالو هم از این میجه پیوندش هست. اینمی چرا خود زردالو رو مستقیم حرف نمیکنین که میریم پیوندی میکنیم؟ این پیوندی به خاطر که زود سراسل میه. خب اگری که یک نه تخمشه یا چیزشه پاش میتی و بسیار وقت مدت زمانی را چی میگیره. اما در 2 سال سراسل میشه پیوندی. زودتر به سراسل میشه که حاصل خوب میته باز پیوندی. همین زمین ها رو چی کاشته؟ این زمین ها دیگه گندم است. این دیگه گندم است که تیر ما وقت ماه اقرب ما ایره کشت میکنیم. زمین نرم میکنیم گندم کشت میشه. دیگه این یک 2 ماه یا 3 ماهی که طول میکشه تا فصل بهار پس ماه عمل میشه. دیگه این وقت ما یک کود میزنیمش. یک بار کود میزنیم. اگر باران بود خونه باران میکنه سرش. اگر باران نبود او آمد به او ضرورت شد باز او میزنیم. باز دوباره اگر باز به کود نیاز پیدا کرد جایی که ضعیف بود باز یک بار دیگه هم کود نندازیم. ما خو آمدیم همیشه در زمین خو یک جای کردیم به خاطر از اینکه ما غذا را آماده بکنیم. در اینجا ما خو کدام مزاحمت نکردیم ان شاء الله. خراب نکنیم. مشکل نیست. با خودتان هستی در خدمت خودتان هست. مشکل نیست. مزاحمه حال رسیدن. زمین کندن یعنی زمین مردم خراب کردن دیگه. رستم جان کاکا سیف الرحمن
یک کمک معلومات دادن درباره از همین شکوفای درخت‌ها. خب بسیار خوب. پرسان کردم که چقدر دیر همین شکوفا میمونه در؟ شکوفا دیگه تقریبا یک هفته 10 روز طول میکشه و زیاد دیگه وقت چی میشه باز گلش که تکیب میوهش غوره میگیره. غوره بعد از این دیگه باز اساس روز به روز دیگه پخته میشه باز. ما خیلی خوب وقت آمده بادی صاحب نه بسیار خوب وقت خوبی آمده. خیر کاکو سیف الرحمن ما دیگه همیشه یک غذا رو پخته میکنیم شما ببینید که ما صحیح پخته میکنیم یا نمیکنیم. شروع کنیم شما ما دیگه سعی میکنیم گفت یگان بنده خدا داوری میکنیم سعی میکنیم که چطور است. مصطفی جان چی جور میکنیم این چاشت بخیر؟ بیادر جان اینجا ما میخواستیم یک چیکن تندوری جور کنیم به خاطر از اینکه اینجا تندور نیست. از خانه دیگه ما میخوایم که تو در وقتی که میری تو در قریه داخل میشی و در جای به این شکل به زیبایی میباشی باز اینجا چه رقم باید از مخازنت آماده بکنیم. ما یک جای کندیم و چوب ما آوردیم به این قسمت خوب یک تندوری جانانه براتون پخته میکنم. ببینم امید است که مزه تان بده. مگر فکر کنم بگیریم که دفعه اولم است. بزرگوار ما دفعه قبلم خوب گفتیم. چطور بود؟ خودت گفتی که خوب بگو که با دفعه دیگه هم دیگه جای بریم. خویرم خوب بگو چی گفت؟ نه دیگه بس است. اینا ما یک نام دیگه دادم. چی؟ چیکن تندوری گفتی نه؟ چیکن چقوری. این چیکن کردکی است. نه چیکن چقوری است ای. با ما کوشش میکنی که دفعه اول اگه مزه‌دار و نام شما بگوین که خوبه. صحیح؟ چرا مصطفی جان این دفعه چندم است که ما باید دروغ بگیم؟ برادر دیگه مزاحمت نکن ما کار خودش رو. کو کار اون مرتضی جان کار میکنه اون خو. مرتضی جان ببخشید برادر که بس اصلا اصلا چی ور نبیه. شوروای چیز؟ من میبینم بیادر امی کمک جور کرده و پیریونی نی شوله وری متون نمیایالی نه و دیگه شوروای چیز شوروا خب چی غیبت نه چی کنیم ما چی کنیم چوب بیارین چوب نه بریم بخیر پس چوب شما پیش چوب برین من منتظر تان هستم. رحمان دادا گفت بانی که بازار بود. ها. مگه تو این چیز رو آورد که پالتا سدیم درک کنم. اگه نه چوبا شو دارم میگه تو. میگی که بیکار شده میام ترکوی چیزا رو شو تو خوب گفت. میگم که سبت هست میرفتم. سبت میگه ما گفتم سبت میگه نگفتی. ما دیگه به اجازه جبیر جان میره شروع کنیم کار سرش. شروع؟ چرا خیلی وضعیتت خرابه؟ ویدیو هست؟ نه در پای خار سعی کن نگوی باز خاطرم در پای خار نره. نه؟ نگفتم که در پای خار نره. پایلوچ رفتم نه؟ ای آشپز ماستم. آشپزتان هستم بله. هیچ پروا ندارم آشپز شما رو کم تون سیر میکنه. شکم ما سیر قربان چاو ما. ای که چی رقم سیر میکنه دیگه. نه از ما پرسان کو. باز هر برنامه بیادرت دو روزم سرطب مریض است دیگه. راست میگه. قبول میکنی؟ از یاباد رستم جان از اینجا آشپزی میکنه. نه باور که من هر روز فکر منم نخورم دو روز دیگه خوش میگردم. مرغ آماده است. آماده از است که ما ایره فایل کنیم و اونجا منو تنور در گرفته آتشا بدر معلوم میشه از دور دلت که طفل بردارش نمیکنی مشکل نیست. ویدیو هست میگم موضوع نمیره گفت دیگه ببینیم که چی میای آخرش ها صحیح بیادر. همین کلا بیاگر ندسته. این بالش که باشه توشک باشه میخواه خودش اتومات بشت میه. خاو کنی. نه بیادر خب نکنی که تا وقت خاو کو که ما نان بخوریم. ایس یار سمبوسه بسیار زیاد خورده. 60 دانه سمبوسه 4 نفر کمی. نه دروغ نمیگیم. 40 دانه سمبوسه. 60 دانه دو تا دیگه متداوم 20 دیگه ما زیاد نخوردیم. نه هیچ امکان نداره که 60 دانه. دوستای عزیز ما دروغ نمیگیم 40 دانه. 60 دانه سمبوسه بود. قبول کو اگر نه باز ما هم دروغ نمیگیم به خاطر غذای 60 دانه بود بیادر. قبول کو یا باز اگه جا نمیگم که غذاش خوش نبود.
مال دید و مال لیلو. غذایی که صحیح پخته شده باشه و نشده باشه تصویر میفهمه. لالا از خوراکش با از طعمش که بچشی معلوم حالا میشه. بیننده چرا خم بفهمن که نمی صحیح بود نبود. حالا ما من میگیم برش. کلک رازگوی. میفهمه که تو راست کلک رازگوی. سلام دوستا، امید است که جور و صحتمند باشید، لباس عافیت به تن داشته باشین. ما در قریه مسکین آمدیم، ولایت پروان، قریه که سرشار از زیبایی است. یعنی هر نقطه از زیر سکن یک زیبایی خاص داره و در جمعی خواستیم اونجا تا وقت خیمه ما رو جور کنیم. بعضی از دوستای ما در اینجا تاکبوری دارن. اگر اجازه دادن میریم چند دقیقه صحبت میکنیم و روش تاکبوری رو میبینیم. صحیح؟ و گفتن که در این فصل این مناطق نیالای املاک هم شاندن. باز انشالله در این فصل خدا کنه که املاک بگیره و نتیجهش مزاحماتشان به هدر نره. بیادر سلام علیکم. ماندن نباشین. ای بارکالله ای بارکالله. بیادر خوب هستی؟ السلام علیکم و رحمت الله. خوب است انشالله بخیر هستین. همتون ماندن نباشین. خوب است انشالله بخیر هستین. چی یک وقت گیرتون کردیم؟ خوب وقت غریبی. خوب وقت سرما کار نکنین؟ دیگه گپ باشه قصه باشه ما در خدمت. اینجا که گپ بزنن ما را کار میکشن. خب کار کنی خوش میشیم. کار دقیقاً خیب از این موضوع میگذاریم با شما. بازم یک موضوع دیگه هم هستین در وسط می قصه هم باشه باز خوب زیباتر معلوم میشه. خب شما اولا خود معرفی کنین. اسم خودم آقا شیرین است، رئیس قریه دمسکین هستم. خب رئیس بزرگوار بخیر باشی و زاد باشی. خب این فصل دیگه تاکبوری است. این دیگه بخیر اولین کار شروع کار دیگه نمی تاکبوری شروع شد. خب بعد از این با بریجات کوت میتیم. بعد کوت او میزنیم. بعد او باز بیل میزنیم میره. خب دیگه بعد دوای میزنیم که مرض نگیره، مثلا قرغنه نگیره، خاک سرک نگیره. تو کارا داده رئیسیم دیگه. صاف. بعد دیگه از این دیگه چیز حاصله که من از طرف پروردگار از یاکم یازف ماشاءالله بازو نبوده دیگه میخونه کدام مال عیالمون. خوب است باز این روان میکنن دیگه ولایت ها روان میکنن دیگه. کابل میبریم. کابل میرم. انگور ما کابل. این انگور چی هست که چند رقم انگور هست نه؟ ما صاف کشمشی است. کشمشی است؟ خب بسیار خوب. کشمشی. از در قریه ما دیگه ایسی هم هست، شنگل خانی هم هست، طایفی هم هست، دیگه باغ هست. خب این انگور 60 روز میگه است یا نه؟ بله. انگور 60 روز میگن. اون دونه باغ هست. خب بسیار خوب. پیشتر لالا مرتضی گفت که یک نیال برنامه چی گفتین؟ املاک. نه دیگه کار رواج شده معنی شانده را یاد دیگه. خب امیدوار هستم که حاصل خوب براتون بده. حالا با خدا دیگه تا کار معنی کنده رئیس دادم شانده را دیگه حاصل تا که کم است. ضعیف است. باز یارا باز تو چی میزنی چه تو هم تو خودش منظم میباشه؟ نه تو برابر خودش منظم میباشه قرار دیگه که بریدهش با دیگه سوسونه میره. زیرش پایو میزنیم. پایو میزنی نه که بلند شونه؟ وقتی کانگو گره بازی تو پایین میشه. خب. بودای چیز داده میشه. پایو داده میشه قیل میگیره که مثلا داو نرسه دنام نرسه. چند نفر کارگر دبین شناسه؟ خودش کارگر است نام خدا. خودش. فکر نکنم. کلی کارگر غیر خودم دیگه خودشون میگم میگم. نه. یگان تو تقل میباشه مثلا من در کار تقل میباشم. والا دیگه خب کار خود چیز دیگه ماری کاراست. خب اگه تقلی میکنن اگه شوخی میکنن هر چی میکنن روز خدا تیر میکنن کار از باز. چاپ میکنن. خب. یک نفر ما بسیار شوخه دیگه. شوخ هست؟ شوخی میکنه. میرم بجانش چکر که جست باشه. من بجان شوخ میکنم چکر برم ببین. بیا که حالا گیر آمدی خب؟ کلا عدوش؟ من که در دوی از کار دارم. سلام سب الله خانم خوب هستی؟ جان جور است؟ بخیر هستی؟ شکر. اینا مایک خود است دید فرار کرد. اسم بزرگوارتان؟ اسم بزرگوارم مجیب الله نیازی. مجیب الله جان بسیار خوب. چی کاربار میکنی غیر از اینکه تاکبوری میکنی و مردم آزاری میکنی؟ اینمی کاربار ما کسی میگه بلده کسی میگه تاک ببر کسی میگه بیا یک رقم یعنی میگی کار دهقانی دیگه اینمی کاراست. معلوم میشه کلی آزار میتی که واقعا میتونه خود درست. والا آزار که مناتون خود زبانم آرام من میگیره دیگه. بسیار خوب. خاص کار تاکبوری دیگه چی کاربار میکنی؟ دیگه کار اصلی نمیشه دیگه. خود کار دهقانی نمی بیل است نمی تاکبوری است نمی آوی زدن است نمی دراز کوتاکو اینم توریست. اصل کار میکنی. خب چطور است حاصلات؟ حاصلات قصهش مفت است. خب
پارسال زد باران خرابی کرد، امسال دیگه با خدا مالم ببینن که چی میشه. چی خدا نمیشه. مهربان است، امسال حاصلات خوب میشه بخاطر که برف باران دیم زمستان خوب بارید. مرتضی قند مرد سکته. سلام. خوب است ان شاء الله. جان شما جور است؟ بخیر هستین؟ تشکر بخیر. چی گپ است؟ آرام آرامی. شکر که جور هستی، صحتمند هستی. تشکر. دیگه مرتضی جان کسی است که ما امروز مهمان شدیم، دیگه مزاحم شدیم. یک جای خیلی منظمه اونجا ما تعیین کردن. از ما اونجا دیر یک باغچه است، انواع میوه است، شفتالو، زردالو، املو، چیله، پسته. پسته هم است، ولی دیگه ناک است، انار است. شکر که جور هستی، ان شاء الله باز از نزدیک میبینیم. باز هم اینجا هستیم باز. حتما ان شاء الله. قربانت. اوقات خوش. بخیر باش. جبای جان دیگه که دوستا صحبت کردیم، میریم پس سراغ مشتبه جانشان و از کارشان که قسم بسیار زیاد هستن. کاکا سیف رحمان حاصلات چطور است نسبت به سابق؟ تمی سالا خوب است، حاصلات خوب است، خو یک ذره همین نرخ و چیزای ازی چندان به فروش میره دیگه. خو قدر مزه نیست به دیگه. فقط گل گفت امی وطنی ما گل چا و سر چا میشه، از او بالا نمیشه. به خاطر از که پارسال بسیار همین کوتی که ما استفاده میکنیم در گندم یا در درخت یا در کشتار ما بسیار قیمت است. خصوصا این کوت دی پی که کوت سیاس این بسیار قیمت است که یک خلطه ازی 7000 روپیه است. یکی از سابق خانم زیاد شده فکر میکنم، نه اکثر مردم زمینای زراعتی خود خانه تبدیل کردن. خب نفوس سال در سال همین نفوس ما و شما مردم زیاد شده میره و خصوصا مردم افغانستان هر فامیل که سعی میکنی تقریبا 10 نفر 8 نفر 11 نفر 9 نفر خود میده هر چی میباشه. همین گندم میگن یک دفعه یک دو سه دفعه وقتی که کشت میکنی در زمین باید یک دفعه دیگه چیز کشت کنی باز گندم کشت کنی، نمیگه راست است؟ این تناسب همین زمین باید همین رقم شود. ما شخصا زمینایی که میبینی که حال گندم است پارسال جای از یا کچالو بود. این کچالو بود باز زیر دیگه تغییر دادیم امسال گندم کردیم میره. کچالو را جایش در جایی که زمینی را که ما گندم کشته بودیم پارسال اول جا کچالوست، در جای کچالو گندم کشت کردیم. ما با اجازه که امیر آماده بسازیم دیگه شروع کنیم. خب مصطفی جان ضرورت نیست که به این مرغ لیمو یا مرغ چیز بزنیم. سیر فقط گفتیم، سیر سایت آوردن. سیر فقط یک چند دانه سیر چی کنی باید جان؟ یک چند دانه سیر پوست کن. بسیار برامو بده. نه نجاست. پیش از رستم مرتضی یک دفعه ماتش هم سعی کوچطور است. چیو بشه کم دیگم چیو بان اگر نه که بس خواست کنه چون نه؟ بخاطر اینه قیتک داره این شازده تشکر. دوستا مرغ دیگه آماده شده، ما در زربرق پیچاندیمش. این حالو میریم به مدت 35 الی 45 دقیقه ایره در بین مقوق آتش میمانیم، سرش بسته میکنیم، باز یک 40 دقیقه بعد میریم خبرش میگیریم یا یک طرفه میشه یا اون طرفه. نه حتما وقتی که آتش باشه حتما پخته میشه. اما طرفه بشه. صحیح. شما برین چینل ما رو سابسکرایب بکنین، ویدیوهای ما رو لایک بکنین و همچنان بر ما کامنت بتین که دیگه دفعه ما چی پخته کنیم و غذایی رو بر ما بگوین که امتى غذا باشه، آسان باشه، که ما هیچ پخته نکرده باشیم و اولین دفعه ما باشه که رو پخته بکنیم. آسان باشه. خیره.
عظیم جان وروره جان خیلی طبیعت نده والا ډېر ښکلی طبیعت ده په دغه ښکلي طبیعت ته څه کوي د پروان ولایت ته راغلي یو بس ډېر یو ښکلی ځای ده ډېر یو دیدني ځای ده باید هر څوک راسي ویې ګوري خپل وطن ده بس پکې ګرځو د خیره او زه دغه د سالاد تیارومه ورور دا ډېر ګډوډ ښکاري تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده یو وارې خلاص سي اوس پاککاري روان ده پاککاري نه ده اوس فقط میده کول روان دي زه دغه میده کول خلاص سي بیا جوړوم ورته له خیره سره صحیح ده وروره او زه په ترکارۍ کې په څه ورته وایي سلاد کې ډېر پروفیشنل یم وروره او یو څو میډالونه هم لرم رستم راکړي دي والا در گیم باختم در کلاش در جنگ بودم اونجا دوار وار خطا خورده است بشم حدث شما خیر تا خونه میرسه شرطانم نرسانیم ما خبر بادرنگ بسات خیلی فایده داره کشتی ما رو بادرنگ خورده او را بانده گوتا ناستو نیست از کلا گی است خواه شما میخورین؟ خب بگویم دو دارم تا حالا بادرنگ خوردیم جبر جان خیلی خودت میوه حتما تیار میکنی دیگه میوه تیار کنم حتما شاید تیار کنی سرت نخورد داره دوستای عزیز امروز من فکر میکنم که بازور سرازی چم اول امور بشوی برو کدام رو بشوی کیلا میمونه کیلا سیبا اون بون برما بون رو موجود میکنه رو برما بون دوستا کیلا از خود فواید خیلی خاص داره بخو یک دفعه که مزه کیلا چند نوع است کیلی افغانی است و یکی رم کیلی کجایست ببخشید تاجیکی است چی هستمو کلان کلان کسا هندی چینایی بسیار بیمزه است این مزه چطور است تابل جبر جان هم کیله رو میشه دو بغل دیگه بون بادرنگ و رالی همی کیله خود نزدیک جواب داره کینو چی مزه هندی عظیم همی رستم مثل آسیاس نی یک دفعه که چالان شوه دیگه خلاص این کسا کینوس هم کینو از خود فواید خیلی خاص دارم خصوصا بازینی پوستش کسا در چشم نفر که بزنی با چشمش تازه میشه دوستای عزیز ما دیگه غذا رو ماندیم بدم دادن کجا پخته شوه دیگه میریم یک چند دقیقه میشینیم قسم میکنیم میخوایم که یک گیم هم بازی بکنیم و یک گیم بسیار ساده را تا فعلا برشان نگفتیم حالا برشان میگیم که بریم یک گیم بسیار ساده دست چپرکان که رستم عظیم دیگه خوب مهارت داره نام خدا اندام‌ها رو خود دیدیم ما میریم یک گیم بازی میکنیم تا وقت غذا آماده میشه باز ان شاء الله دوباره برمیگردیم به خیر سلامت باشید مسابقه دست چپرکانی شروع میشه رستم جان عظیم جان مقابل هم قرار گرفتن گردن آمادگی میگیره به مسابقه خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های خیلی جذاب ما رستم جان و عظیم جان در مقابل هم قرار میگیرن و مسابقه دست چپرکانی را انجام میدن عظیم جان چه حس داری همیالا؟ همیالا حس برده دارم من میبرم دلتان جمع خودت چی گفتنی داری؟ من میبرم که ببره آزاداره بیا شروع دست چپ اما گوش کنین قانون بازی چه رقم است اینمی آرنجت اثر بالش پس نمیشه امرای دیگه دست زور نمیزنی شانه تا بسیار پایین نمیاری تا این طرف هم خودت زیاد نمندازی شروع
بان دست دیگه خواه شیرجنگی نیست دست چپ دست چپ بیا دست راست شکستگی دست راست شوگار است دست چپ ما رو زور نداری پروانه چی برش میگه چپکوسی نه دست راستش چی شده مشکل تکنیکی داره یا الله می قربانی برات میتم من قربانی میتم شروع شد هیچ بازی نمیکنم من بیا خیره قابل شو بیا یک دقیقه نه خاک باد میشه حرکت بیا جو باید کتن آماده هستی؟ وقت زیاد نداریم 4 3 2 1 شروع یک بار دیگه بگوی شروع چی رقم حالا ساعت بده پروانه نداره شروع چی رقم هستی؟ خواه چپک دست مالا نه او رقمی نه دیگه تو دست راست کن برو شروع 1 2 3 نه بده تقلب نیست ایسا تقلب رستم در فاینال آمدی؟ فاینال در فاینال یا امرای ما برابر هستی یا امرای جبیر مشکل نیست بله ما خیلی بیا پس خیلی نه سعی شد موضوع ما فاینال نه خلاص شد خلاص شد بگیره مایک بگی تو ما خود دست راست هستیم بچهش من خود شانیم دردم میکنم بله پس حالی پروان است بین باش که میشه بشینم خب خانو دوستانو جبیر جان و مصطفی جان سره سیالی لري نو بګورو چې ګټون کې به څوکي زمونږ ګټونی ګټونه کې که د دوی ګټه هستم بیش از پیش نمیگم ما برندم هستم چیز داره شبکه شب 90 باره خب با طرف راست ما جبیر از خیرخانه و طرف چپ ما با لباس آبی مجتبی امیرزاده از خانه بسم الله مگه می تمرین و میره که یادتون باشه خب یک دقیقه دوستا دو دشتام نیست سعی کن دست توسو که از سر چیز سر بالشت یکی قانوناشه دو دشتام نیست یکی رشوت نمیتن دو رشوت خب باید بیخی نباشه بریم آماده هستین 1 2 2 نیم 2.75 2.80 81 شد 1 دقیقه یک دقیقه 82 83 دستم بستگی سه هیچ وقت اینا نمیشه 84 1 2 3 هیچ خصم شد نداره شور را شده و خلاص شد لالا عیب ما نفس فاینال از خودت بیا نه فاینال خودش میای بده ما باختم کدام ازوری نداری خب حالا فاینال دیگه رستم جان آمد صحیح کدام دست رشوت نه رشوت نیست صحیح چپش زور نداره من چپ زور ندارم خب یک دقیقه دست پس بزن جواب دست پس نامو خودی دست جور نمیاره اصلا یارو چپت دست 1 2 اشاره نداشته باشه فکر 3 رستم او بدر چی رستم گفته رسین نه خدا خم کردی مستبانه برو رستم جان یک زور دیگه رستم اما من بده که مسیج نمیشه میکنم من آخر اینجا موندم نجیب خودی منو بیده با اون نمیشه برو دیگه رستم نه دیگه ای دست عزیزت خیره دیگه اناس بده کرمان معرفی کن پیسه چی؟ دوست عزیز دخالت کرد دیگه دست دخالت کرد با من مزاحمت کرد دستش برو اصف با من مزاحمت کرد دستش ما دیدم که اونجا دستش ما دیدم که با من حس دیگه داد دوستای عزیز شما دیدین سعی کن رنگش چی رقم تغییر کرده
و مسابقه را بردم. نفسی که سوخته. نه مسابقه را بردم. نبردی. با کمک از این بودی بیادر. دست از این دو پشت سر بود متوجه. دو نفر بیاین بیا. دو نفر. بیاین. بگیرید دو نفر. دو نفر چه؟ و چه بسیار شرم نه چپ بیار بیادر. دو نفر نه دو نفر نه چپ بیا چپ. یک شرط دیگه دارم. دو نفر بیاین اردیتون. خب. یک دستتان من دستم میگیرم ایران تو نتونه. خیلی اعتماد به نفس داری. بیا. چرا؟ بگم دو سیکسگی میزنم بیا. بیا دیگه پرته. بگم دو سیکسگی میزنم. بیا که نشد لالا. بگی بیا. نه تنهایی میزنم. بگی نه دست چایی مشکل لالا غیرت تطور بده. دوستان عزیز ببینید. شرم است. الا نه کجا امی ویدیو بالشت دست بالا کردی. اوه شما تو خود انداخته بود. نه انداخته بودی با بیادر سرکاس قربان. آنو بیادر صحیح سمی دو نفر چه قسم دست خدا بانه اونمو رقم میشه دیگه. تو سعی خودت سعی کن دو نفر کوشش میکنی چپت نتونه. ما برنده هستی دور مسابقه. ما لا پیسر بده میگی تیر ما پیسر بده. پای پیسر ما داد که تیر ما پیسر بده. ده تل موتور سو. اگه یک دون قاشق دیگه بیاری خوب میشه. یک دونش کشیدیم. این دیگه معلوم نیست که این پخته شده نشده. اگه میگین یک دونش بکشیم سال کنیم پخته نشده بود. خوب گپ از بده. رستم جان. یک دونش چک میکنیم. بله. اگر این پخته شده بود تو دیگه شو میکشیم اگه نشده بود باز میمونیم. خور میکش. خوب گپ. انشالله که نرم شده. نه نرم شده. از صدای خود مرغ بود حس میشد که نرم شده. خود صدا میکرد که ما نرم شدیم. نه هم یک طعم داره. طعم داره ذائقه بسیار خوب به نظر میاد که می‌داشته باشه انشالله. باش که مرتضی جان دیگه رفته پشته. خب مرتضی جان رفته پشت از غوریه کلالی میره جور میکنه تو گرم شد پخته شد بیا. اینو براتون چیز نمیگم خودتون فقط که خوردین دوست بگوین که بیادر مزه داشت یا نبود یا صحیح بود یا نه. یک دونش مونده من بوده. خب من گفتم مثلا فکر کنی اگر یک دونش پخته نشده بود باز میریم دیگه شو دیرتر میمونه. خب مطمئن هستم که قوارش مالش و ایره براتون من اطمینان میتم که بسیار یک چیز بسیار بالا آمده. بسیار یک خیلی داغ آمده. من مطمئن هستم که بسیار سایکو جبر جان به خاطر از شما همیشه میگین که والا غذای ما تو را آمده فلان شده بس مثلا شده سایکو. خب وقتی که غذا خوب پخته میشه ببین ددکه ددکه خوب گپ است. نرم خواست اما مزهش چی رقم است اینی مهم است. مزهشون وقتی که نرم باشه مزهشون خوب میباشه دیگه. خب بده خمبر خور مزه میتاد من. من ان شاء الله خمبر خور مزه میتاد یه دلتون چه. دوستان عزیز غذای ما آماده شد بخیر. ما تا که به نظر من خوب آماده چطور است؟ والا خب قوارش از قوارش خوب معلوم بشه. خب امیدوار هستم که هم یه قسم می‌بینیم بریان هم هست این قسمتش. عظیم جان سوخته لالایی این سوخته. نه بسیار خوش اومده. خوب شامله. معلوم میشه خوب شامله. خوبه. همین که یک کمک من خودمون بگیرم.
قاشق گور کردی معلوم شد چقدر نرم است. بالامش خوب اخته شده. اخته؟ نه بدون مزاق بسیار مزدار اومده. اما مثلا که اخته کرده بسیار خوبی رفته. بسیار خوب اخته کرده. اولین دفعه خوب میگم. صادقانه. دوستان میله ما در قریه دی مسکین ولسوالی بگرام ولایت پروان به اتمام رسید بخیر. تا هفته آینده که در یک ولایت دیگه در یک موقعیت سرسبز دیگه کشور ما میریم و یک برنامه بسیار جالب به شما آماده میسازیم و به دست نشر میسپاریم. شما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب بکنین، ویدیوهای ما را لایک بکنین و همچنان کامنت های زیبایتان بر ما بتین و بر ما بگوین که ما در کدام ولایت بریم و در کدام نقطه‌ای که شما میخواین ما بریم در یک برنامه ثبت بکنیم و به دست نشر بسپاریم. بخیر سلامت باشین، وقتتان خوش، خدا نگهدار.